سوال مرا جواب گوید. من زن دوم گرفتم. مرا میگویند که تو در جادوی این زن دوم افتادی. من باور کردم و او را 3 طلاق کردم. چی روایت دارد؟ روایت شامینه که قرار خدا در قیامت میکنه. این همین روایت شد. تو زن نمیتونی گرفته که جا زن میگیری. زنگیری مثال زنگیر رنگی تو میشود. با یک گپی که مثال تو در جادوی زن دوم غلطیدی و همین تمام زن 3 طلاق میکنی. یک معنی را داره که خدا یک داد تو با گرفتش. این همین خیلی داد گرفت. این دو زنگی کاری هر کس نیست. هر کس هم دو زنه شده نمیتونه. این خیلی جگر رنگی گاو در کار که 2 زنه باشیم 3 زنه باشیم. این به جگرهای ما اوت نمیشه. این گاواری جگر در کاره. این هم خیلی مرده که بگیم خوبه های دلسوزه برای ملت هم دلسوزه. امروز ای که قدیره ده زنا کردن میگردن و ناماشون زناکار میبره صاحب خانه و درش میکنه با یک عائله دیگر یاردم و کمک میکنه. گنده است. این هم یک یاردم های هم در ملت هم در دین. ولی طلاق نکنه. میگن خیر که زنی اول همه خیلی است. میگن که او تو را جادو کرد او تو را فلان کرد. خوب داملای محترم حاجی، بعد سلام خواهش میکنم سوال من در جواب گویید. خواهر اسلامی شما از شهر دوشنبه. من صاحب 2 فرزند هستم. ما یک جای با شوهر 7 سال زندگی کردیم. زندگی ناز داشتیم. در آخر زندگیمون یک زنی به شوهر پیدا شد و با شوهرم با او مناسبت دوستی پیدا کرد و من با او تلفن صحبت کردم و فهمیدم که من زنی همان مرد هستم و فهمیدم که من زنی همان مرد هستم و او در تلفن به من جواب داد که وای مرد زن ندارد. او گشته با شوهرم تلفن کرد و گفت که زنی تو به من زنگ زد. گفت که من زنی همان مرد هستم. شوهرم در غضب آمد و به مادرم تلفن کرد گفت که دخترت را 3 طلاق کردم. من حاضر در خانه پدرم 1 سال میشود که با فرزندهایم زندگی کرده ایستاده. او به من و فرزندانم یاردم میکند و آمد و رفت میکند و حتی همخوابه هم میشود. با سوال من جواب دهید که آیا این زندگی ما درست است؟ نه، زندگی شما حرام است. دیگه زندگی او زندگی حلاله که شما قبلا داشتین و از دست رفته. بسیار این خیلی آدم ها زنها را طلاق میکنن با زن طلاق کردگی با زندگی دارن. برای همین بود که همین پیشینی های ما میگفتن که